پدر به مثابه دوست و همراه. دکتر الکساندرا سیمونز از دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک تحقیقی انجام داد درباره زنانی که به شغل و حرفه خود پایبند بودند و متوجه شدند پدرانشان بر اهمیت تحصیل تاکید کردند و روش‌های بازی در دنیای تجارت را به آنها آموختند. این پدران به دختران خود یاد دادند بعد از هر زمین خوردن باید همچنان به راه خود ادامه بدهند و اجازه ندهند اضطراب‌های معمول و روزانه جلودار آنها باشد. آنها به دختران خود یاد دادند مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرند. این زنان از سن پایین تشویق شدند که به جای وابسته بودن به دیگران به درجات بالا برسند. سیمونز کشف کرد که این پدرها هستند که می توانند به بهترین نحو لیاقت و شایستگی‌های دختر خود را شکوفا کنند. گرچه با کشفیات او موافق نیستم و حس می کنم مادرها هم به همین اندازه می توانند در باروری صلاحیت‌های دخترشان نقش داشته باشند. اما با این حرف او موافقم که می گوید اگر پدرها همان اندازه که پسران خود را به ورود به رشته‌های ورزشی، به مقاومت و به کسب استقلال تشویق می‌کنند، دختران خود را نیز تشویق کنند، ویژگی‌های مهمی در این دخترها رشد و نمو پیدا می‌کند که در تمام طول عمر همراهشان خواهد بود. حتی اگر به مقام و درجه خاصی هم نرسند. پدرها می‌توانند نقش بسیار مؤثری داشته باشند. این که دست نوازش بر سر دختر بکشند و قربون صدقه او بروند کافی نیست. زنانی که چنین حمایت‌هایی را تجربه می‌کنند، اعتماد به نفس کافی برای حرکت به سوی یک هدف را دارند. این دسته از زنها مشاغلی را انتخاب می‌کنند که اهداف قابل تعریف و مراحل مشخصی برای طی کردن دارد. مثل حقوق، پزشکی، تجارت، تحصیل و یا مدیریت هنری که تنها بخش ناچیزی از نمونه‌های قابل ذکر است. زنانی که پدرانشان از ایده‌ها و آرزوهای آنها برای آینده پشتیبانی نکردند یا به آنها القا کردند که توانایی و صلاحیت لازم برای محقق کردن اهدافشان را ندارد، راه پرپیچ و خمی در زندگی خواهند داشت و ممکن است از پلکان ترقی به پایین بیفتند. بعضی از زنان موفق سعی می‌کنند از پدرشان تقلید نکنند، اما خودآگاه تصمیم می‌گیرد مثل مادرشان نیز نباشند. زنی که از نظرشان موجودی وابسته، ضعیف یا بیش از حد ایرادگیر است. در مواردی که مادر دچار افسردگی مزمن، بیماری یا اعتیاد به الکل باشد، دخترشان را به پدر نزدیک می‌کند و مادرش را که به شبحی در اتاق خواب طبقه بالا تبدیل شده است، نادیده می‌گیرد. از آن پس پدر نه تنها در دنیای بیرون بلکه در دنیای درون دختر نیز به نماد قدرت و اباحت بدل می شود. دختر بابا، تناول زن. حذف مادر و نزدیک شدن به پدر در داستان آتنا دختر زئوس و متیس به خوبی مصور شده است. بلعیده شدن متیس توسط زئوس نیز می تواند نمادی از دوره‌ای در تاریخ فرهنگ یونان باشد که جامعه از وضعیت زنسالاری به یک جهان غرور محور و مردانه تبدیل شد. آتنا به شکل یک زن بالغ و رشد یافته با زرهی براق و طلایی، نیزه‌ای برنده در دست و در حالی که فریاد جنگی بلندی سر می‌داد، از سر زئوس بیرون آمد. در پی این زایش پرتشریفات، آتنا به طرف زئوس رفت و او را به عنوان تنها والد خود پذیرفت. این ایزدبانو هرگز مادر خود متیس را به رسمیت نشناخت. در حقیقت انگار آتنا از وجود مادر خود ناآگاه بود. به گفته هزیود، متیس اولین همسر سلطنتی زئوس بود، ایزدبانوی اقیانوس که نماد عقل و خرد محسوب میشد. زمانی که متیس آتنا را باردار بود، زئوس با نیرنگ و حیله او را وادار به کوچک شدن می‌کند و سپس او را می‌بلعد. بر اساس پیشبینی‌ها مقدر شده بود که متیس 2 فرزند خیلی خاص به دنیا بیاورد. دختری که در شجاعت و عقلانیت نظیر پدرش زئوس باشد و پسری با قلبی تسخیرناپذیر که به پادشاه خدایان و مردها بدل می شود. زئوس با بلعیدن متیس مسیر سرنوشت را عوض کرد و افتخارات او را به نام خود زد. آتنا الهه جنگجو و زیبایی بود که در مبارزات از قهرمانان یونانی خود محافظت می کرد. او خدای عقل و صنایع دستی، یک تدبیرگر کاردان، سیاستمدار و نساج و نگهبان شهرها و تمدن بود.
او به یاسون و آرگونوت‌ها کمک کرد قبل از عزیمت برای یافتن پشم زرین کشتی خود را بسازند و در تسخیر شهر تروا به یونان یاری رسانند. او در رأیگیری تعیین کننده‌ای برای آزاد کردن اورستس که برای گرفتن انتقام قتل پدرش آگاممنون پس از پایان جنگ تروا مادر خود کلوتایمنسترا را به قتل رسانده بود. با جبهه مردان جانبداری کرد و با این کار ارزش‌های مردانه را والاتر از روابط مادر و فرزندی اعلام کرد. آتناها دختران پدر هستند. آنها مادر خود را نادیده گرفتند و جانب پدر را می‌گیرند. آتنا زنی باهوش و بلند پرواز و مدیری شایسته و لایق است. او کوچکترین ارزشی برای روابط احساسی قائل نیست. آسیب پذیر بودن برای او قابل درک و همدردی نیست. زنان اینچنینی اگر به دنبال کشف نقاط قوت مادر خود نروند و ارتباط عمیق خود با دلبستگی‌های مادر و فرزندی را زنده نکنند، ممکن است هرگز موفق به بهبود شکافی نشوند که بین آنها و زنانگیشان افتاده است. متیس آخرین زنی نبود که توسط غرور مردانه بلعیده می شود و آتنا هم آخرین دختری نیست که در دفاع از پدر مادر را نادیده می گیرد. بخشی از انگیزه من برای نوشتن این کتاب درک و التیام شکافی است که بین من و مادر خودم افتاده است. زمانی که دختر جوانی بودم، پدرم برای من یک خدا بود. بعد از ظهرها بی‌صبرانه انتظارش را می‌کشیدم که از سر کار به خانه بیاید. او شوخ‌طبع، باهوش و خلاق بود و به عنوان کسی که در بخش اجرایی تبلیغات کار می‌کرد، قدرتمند بود. از آن دسته مردانی که از جنگ جهانی دوم برمیگردند و با جاه طلبی به دنبال فرصت‌های شغلی می‌روند که مخصوص مردان جوان و زیرک است. ساعت‌های زیادی را در ساختمانی در منهتن کار می‌کرد. چندین جایزه ملی برده بود و برای مردان با استعدادی که در آژانس او را می‌شناختند یک الگو و مربی بود. از نظر من پدرم یک موجود بی‌عیب و نقص به حساب می‌آمد. او عشق زندگی من بود. بعد از ظهرها دلم برایش تنگ می‌شد، چون به ندرت پیش می‌آمد برای شام به خانه بیاید. اما بعضی روزها قبل از اینکه به مدرسه بروم، صبح زود او را می‌دیدم. رفت و آمدهای اسرارآمیزش در سپیده صبح و تاریکی شب او را در ذهن من تبدیل به یک اسطوره کرده بود. پیش خود فکر می‌کردم حتما دارد کار مهمی انجام می‌دهد. لابد کاری که خدایان انجام می‌دهند. زمانی که خانه بود، توجه و تأیید و تحسینش را می‌خواستم. دلم می‌خواست با او حرف بزنم. خودم را باهوش نشان می‌دادم و شنونده خوبی بودم. عاشق این بودم که با او به فروشگاه ابزارآلات و چوب فروشی بروم. او آدمی بود که هرگز نمی‌توانست یک جا بنشیند. در خانه که بود همیشه پروژه‌ای برای انجام دادن داشت. هنوز هم بوی چوب تازه برش خورده که به مشامم میرسد یاد پدرم میافتم. 13 ساله که شدم تابستانهایم را با کار کردن در شرکت پدرم سپری میکردم. او همیشه به من افتخار و در محل کارش با غرور من را معرفی میکرد، چون شاگرد ممتاز بودم. درباره کارش با من حرف میزد و از این موضوع صحبت میکرد که روی پای خودش ایستاده و به اینجا رسیده است و این چه ارزشی برایش دارد. از اهمیت و ارزش تحصیل با من حرف میزد، چون به عنوان یک انسان خودآموز از نبود تحصیلات دانشگاهی در زندگی خودش حسرت میخورد. گرچه او از علاقه من به حوزه تبلیغات استقبال نمیکرد و میگفت این شغل مناسب دخترها نیست. از نظرش زنها برای کار در رسانه زیادی دمدمی مزاج بودند. تنها شغلی که به یاد می آوردم از نظر او مناسب دخترها بود تولید محتوا بود، چون از دید او شغلی به حساب می آمد که اجازه می داد زنها در خانه بمانند و همزمان با خانه‌داری و نگهداری از خانواده خود کار خود را نیز انجام بدهند. من مخفیانه نقشه می کشیدم که به او ثابت کنم با دیگران فرق دارم. برخلاف پدران بسیاری از دوستان همجنس و همسنم، پدر من آماده بود به احساسات من گوش کند. این موضوع برای من اهمیت زیادی داشت، چون مادرم آدمی نبود که بتوانم با او حرف بزنم. از طریق پدرم می توانستم خودم را بشنوم. از اینکه می توانستم هر حرفی دارم یا دست کم من فکر می کردم هر حرفی را به او بگویم احساس خوشبختی می کردم. او دوست نداشت از آزردگی‌هایی حرف بزنم که رفتارهای خشونت‌آمیز مادرم برایم ایجاد می‌کرد. به من میگفت او را بیشتر درک کنم و صبر و تحمل بیشتری داشته باشم.
خواب میبینم که به یکی از جلسات آلنون رفتم و پگ، یکی از دوستانم که روانپزشک است، هم آنجا حضور دارد. او روبروی من نشسته است و وقتی دارم با اعضای گروه حرف میزنم دستم را گرفته است. زمانی که در اختیار من گذاشته تا حرف بزنم آنقدر طولانی می شود که زنهای دیگر شروع به اعتراض می کنند. پگ می گوید حتما خیلی برایت غم انگیز است که پدرت در خانه حضور نداشته و آنقدر سرگرم کار کردن بوده که نتوانسته است به تو کمک کند. از حرفهای او تعجب می کنم. از اینکه ناراحتی من را در ارتباط با پدرم می بیند حیرت زده می شوم. چون همیشه از نظر من مادرم باعث و بانی مشکلات بود. مادرم برای من یک موجود رذل و شرور محسوب می شد که پدرم باید می آمد و من را از دستش نجات می داد. یک اتفاق تکراری در زندگی زن قهرمان سنتی و نامرئی. از پدرم یک بت ساخته بودم. او نجات دهنده من بود و من نقش خودم را به خوبی ایفا کردم. نقش دختر باهوش و زیبایی که به انتظار نشسته است تا شاهزاده‌اش از راه برسد و نجاتش بدهد. گرچه شاهزاده هرگز به نجات من نیامد. سالها بعد متوجه شدم او من و مادرم را رها کرده بود تا به کارهای مهمش در دنیا برسد.